ایضا در ادامه برنامه هستم، مهماندار هستم و مهمان بسیار توانا دارم. حکیم الله جان در برنامه تشریف آورده که شاگرد بسیار ممتاز هست. درباره ویژگی یک شاگرد خوب با شما صحبت خواهد کرد. در کنار آن تلاوت کلام الهی را خواهد داشت، چون حفظ میکنه کلام الهی را. راجع به درسایش هم خواهیم پرسید و راجع به این که چقدر کلام الهی را حفظ کرده، این موضوعات نیز با حکیم الله جان در میان خواهیم گذاشت. حکیم الله جان عزیز، سلام، صبحت بخیر، بسیار زاد خوش آمدی. خوب سلامت باشی. سلام تقدیم میکنم به شما و بینندگان عزیز. همین اکنون ما را از تلویزیون ملی تماشا میکنند. اظهار سپاس. ما هم خوشحال هستیم و هموطنان عزیزی که همین اکنون حکیم الله جان بسیار توانا را میبینه بسیار خوشحال هستند که با ما هستی. حکیم الله جان، بر ما بگو که در مکتب صنف چند هستی و در کنار مکتب چی کارهای دیگه میکنی؟ در مکتب در صنف 6 هستم. در مکتب لیسه آزادخان درس میخوانم و در صنف اول نمره عمومی هستم. ماشاءالله، اول نمره هستی. مدرسه و کورس هم میری؟ مدرسه میم در مدرسه آکادمی قرآن ساینس. ماشاءالله، چی عالی هست که هم مکتب میری و هم مدرسه میری. در مکتب اول نمره عمومی هستی و در اکادمی که خودت درس میخوانی، در آنجا چی میخوانی و مصروف فراگیری کدام علوم هستی؟ ما در فراگیری علوم حفظ هستم. حفظ میکنم و 11 سپاره حفظ کردم. ماشاءالله، چقدر عالی هست. کی تشویق کرد که حکیم الله جان باید حفظ قرآن کریم را هم به حفظ بکند و به سینه خود بسپارد؟ بیشتر پدر و مادرم مرا تشویق کردن که قرآن کریم را حفظ کنم و استادم مرا تشویق کرد بیشتر زیاد. بسیار عالی هست. مادر جان و پدر جان وعده داده که وقتی که بخیر حافظ کامل کلام الهی شدی برات یک تحفه خوب مقبول بخره؟ تحفه دادن، گفتن بعد یک چی میگیریم، یک شیرینی خوری چیزی میکنیم. آها، عروسی میکنه برای شیرین خوری یا برای یک محفل میگیرن؟ دوستان چی میکنن؟ دوستان برداری چی میکنن؟ یک تحفه دستاربندی که میشن، پنهان کردن، گفتم ما بعد یک تحفه میگیریم، با من نگفتن تا حالا. بسیار عالی هست، بسیار عالی هست. ما هم انشالله که در مراسم دستاربندی حکیم الله جان خواد آمدیم و انشالله که در آنجا لذت ببریم. چی عالی خواد شد. حکیم الله جان، وقتی که با ما مهمان توانای مثل خودت باشه، کلام الهی را حفظ کرده باشد، پس ما حتما از او تقاضا میکنیم که برای ما تلاوت بکنه. خودت موافق هستی که تلاوت بکنی؟ بله موافق هستم. بسیار عالی هست. میشنوم تلاوت بسیار عالی و زیباره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الله أكبر.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظیم. ماشاءالله چقدر صدای عالی داشتی. ماه پربرکت رمضان هست. از آغاز ماه پربرکت رمضان تا این حال چند روزه را روزه گرفتی؟ تا حال بیشتر یک 8-9 روزه گرفتم. چند روزش نصفه گرفتی؟ نصفه تا حال نگرفتیم. خب نصف بگی که 2 دانه نصف یک جای شوه 1 دانه روزه کامل شوه یا نمیشه؟ نه نمیشه دیدی باز روزه کامل. بسیار عالی هست. ماه پربرکت رمضان ماه نزول قرآن کریم هست. خودت هم برای تلاوت کلام الهی در کنار از اینکه در مدرسه میخوانی در داخل خانه هم وقت دادی؟ در خانه بیشتر وقت خودم خوانیم، در موبایل هم میگیرم، در موبایل گوش میگیرم تلاوت قاری صاحب باسط را بیشتر گوش میکنم و از سب کردم و پیش میرم. بسیار عالی هست. انشالله که یک روزی حکیم الله جان هم یک حافظ و قاری بین المللی باشد و ما هم با شنیدن نامش ببالیم و افتخار بکنیم که حکیم الله جان یک روز مهمان برنامه ما بود، حالا یک قاری بین المللی هست. بسیار عالی خواهد شد. حکیم الله جان بر ما بگو که خودت یک شاگرد بسیار ممتاز و لایق هستی. از نظر یک شاگرد ممتاز و لایق، شاگرد خوب کدام شاگرد هست؟ اول باید یک هدف داشته باشه، دوم یک تلاش داشته با پشت و کسی باهاش باشه که با او کس میتواند یک شاگرد ممتاز شود. بسیار عالی هست. چقدر در داخل خانه یک شاگرد ممتاز و لایق که دیگران کمک و همکاری بکند، احترام بزرگان داشته باشه و با خوردا شفقت داشته باشه. با بزرگان احترام داشته باشه. بسیار احترام داشته باشه. بسیار زیاد. ما در نزدیک شدن عید سعید فطر قرار داریم. بله. لباس جور کردی؟ بله پیرانتونبان جور کردیم یک جوره. چند جوره پیرانتونبان جور کردی؟ یک جوره جور کردیم، یک جوره به مکتب جور کردیم، یک جوره به عید سعید فطر. در عید قرار است چی کارا را انجام بدی؟ چی پلانا گرفتی؟ چکر خواد رفتی نخواد رفتی؟ پلان گرفتم که تی بچه مامان بریم به پارک شهر یک کمک تفریح کنیم و یک ساعت مطیع شود خاطر عید سعید فطر می باشد. بسیار عالی هست. حتما ایدی را خواد گرفتی؟ ایدی تصمیم داری که مثال از کی بیشتر ایدی بگیری؟ بیشتر از مادر جانم میخوایم ایدی بگیرم و از برادرم. دلت به چند ایدی هستم یا مادر جان میشنه و از این میجه برایشان گپ برسن که تیار آمادگی بگیره و به حکیم الله جان خوب ایدی بده؟ نه خیر از 100 روپم 200 نیت خیر گپ نیست، کلش یک چیز بایسته باشد. اگه برات 1000 بده چقدر خوشحال خواهد شدی؟ 1000 بده دیگه زیاد خوشحال میشم. فرض کو که برات 1000 افغانی ایدی داد، 1000 هم پدر جان داد، شد 2000 افغانی. حالا این 2000 افغانی که پیش خود داری چی رکتش خواد خریدی؟ یک 500 دیگه خودم جمع میکنم یک بایسکل میخرم. 2500 شو یک بایسکل میخری؟ بله. با بایسکل خود داخل کوچه به خاطر شوخی استفاده نمیکنی، به خاطر مدرسه رفتن و مکتب استفاده میکنی؟ برای سودا آوردن و مکتب کل چیز استفاده میکنم. بله. بسیار عالی هست. پس مادر جان و پدر جان حتما باید برش بایسکل بخره به خاطر که سودا را میاره. بله. بسیار عالی هست. حکیم الله جان برای کسایی که اکنون برنامه را میبینه و خودت دیدن که چقدر شاگرد لایق هستی، برایشان چی پیام داری؟ پیام همی است که باید در درس و علوم خود را بخوانند، در مدرسه شوخی و کار دیگر نکنند، شوخی های بیجان نکنند، استاد خود را آزار ندهند و همیشه درس بخوانند. بسیار سپاس حکیم الله جان عزیز و ممنون از شما هموطنان عزیز که تا این حال با ما بودین، برنامه ما را تماشا کردین و در تک تک لحظات برنامه ما را فراموش نکردین.